خوش اومدید در کلستور کوبانگامال در کوبانگامال گفته بودم نه؟ در LA ما آشنا میکنیم محمد رؤوفی. من امروز میخوام اخبارهای دیشب واسه بگم. دیشب ما به اعتماد مامان رفتیم به کلاب ایرانی و بخشید خیلی تخمی بوده. مهموناشون سالمنده بود. مهموناشون نگاه کنید اون طرف، مهموناشون همه شبیه ایشون بودن. پیرمرده. در خلاصه بعد تصمیم گرفتیم بریم یه پارتی خونگی مهمونی تولد یه نفر. مهموناشون بهتون نشون بدیم همه این شکلی بودن. خلاصه بعد نبود دیگه. بعد ما چون که حالا ما عمو و دایی همه بودیم به ما گفتن که پارتی رو به هم بندازین همه رو بیرون. بعد ما یه رفتیم برام بعد گفتیم بی خیالش. بعد ما گفتیم حالا یکی بندازیم بیرون بچه تولده بود. یا محمد رفته بهش میگه sorry it's over you must go. It's my house. It's my birthday. It's my birthday. What's wrong? خلاصه خیلی حال بود دیگه. دیگه بی خیال.